دقت کردین بسیاری موارد یکی از علتهای کلان واقع شدن یک عده زیاد انسانها در امور حرام به خاطر این هست که مردم به دنبال از این میگرده که مردم چه چیز خوب میگن، از چه چیز توصیف میکنن، چه چیز را تمجید میکنن. حالا وقتی یک انسان به دنبال اینمی گپ نبود، هیچ وقتی در قلبش نسبت به یک برادر مسلمانش حسادت ایجاد نمیشه. دقت کردین؟ و امین مفهوم را شریعت الهی به نام اخلاص برای ما شما میگه. یعنی وقتی یک انسانی در همه امورات زندگی خودش به معنای واقعی کلمه رضایت الله متعال را طلب بکنه و واقعا به دنبال رضایت الله متعال باشه، او باز هیچ وقتی از نوع برخورد مردم نسبت به خود احساس حسادت نمیکنه، چون برش مهم نیست، هدفش این گپ نیست. دقت کردین؟ هدفش این گپ نیست که مردم را توصیف بکنن. وقتی یک کار خیر را میکنه، اگر مردم تمجیدش هم بکنن نقصش است و اگر تمجیدش نکنن نقصش نیست. اما انسان حسودی رقم نیست. وقتی میبینه یک نفر به خاطر یک فضیلت و یک احسانی که بر یک نفر دیگر رسیده مورد تمجید قرار میگیره، این زور میده که خب مرا چرا مردم تمجید نمیکنن؟ به همین خاطر چی میکنه؟ آرزو میکنه که الله تعالی نعمت را ازش بگیره.